برادر از مصر حکایت میکنه واقعی شدگی. میگه شب عید رمضان بود، میگه نماز در مسجد خوانده، میگه برآمدم از مسجد بیرون شدم، میگه خواستم برم کودکامو بگیرم فرزندامو بریم یگون بازاری عیدی کنیم. در بلاد عرب همه زیادتر اکی حاجین اشتراک کرده میدونن که در بلاد عرب دکانها شب تا سحر کار میکنن، خصوصا در شب عید اونجا دکان دیگه پوشیده نمیشه. در بلاد عرب همش همین هست، خصوصا در شب عید تا به سحر اما دکان خالی میشه، بعد میپوشه میره تا به سحر کار میکنه. میگه خواستم بگیرم فرزندا رو برم یگان چی بازاری کنیم. میگه از در مسجد برآمدم راه خانه پیش گرفتم، میگه جای من ایستادگی تاریکه، میگه از پیش میگه در روشنی دیدم یک نفر، یک برادر میگه که از من یک مقدار مال قرض گرفته بود و به وعدهش وفا کرده نتونست، در روزی وعدگیش آورده نتونست. میگه شب عید به خود فکر کردم حاضر همین نفر مرا میبینه بسیار خجالت میشه، شرم داره. شرم در شب عید چگونه من او را شرم دارم و چگونه من او را عزتیم. میگه گریختم کوچه دیگر، گفتم بگذار همین نبینه، هر وقت دیگر بینه بیا همین عید براش عید باشه، عید به شرمندگی و بچی نگذرانه، به خجالت نگذرانه، در همین عید خرسند باشه. به خاطر خدا میگه کوچه دیگر گذاشتم، لیکن میگه خاص پروردگار بودای. میگه وقتی گذاشتم کوچه میگه یک صدای نالیش میگه مرا به خود جلب کرد و مرا کشید و برد. میگه نزدیک رم یک مادر میگه در یک پنهانی از فرزنداش گریخته بیرون آمده، میگه مادر میگه دعا داره، مناجات داره، میگه پروردگارا پگاه عیده، امشب شب عید، تمام بندگان در کره زمین اهل ایمان عید دارن، عید فطر جشن میگیرن، همه خرسند و خوشحال هستند، لیک فرزندان من یتیمکای من پروردگارا گرسنه هستند، دوچ هستند. خدایا میگه خیر دعا کرد و گریه کرد، میگه که پروردگارا مرم اکل همراه فرزندام ناامید نکن، خدایا رحمت دریغ ندار، فضل و کرم دریغ ندار، خدایا از فضل و کرمت بی نصیب نگردان، خدایا. میگه خیلی دعا کرد، منم به اختیار میگه دست برداشتم و میگه اشکا میرخت، میگه و اشکا را جمع کردن نمیتونستم، گریه میکردم. پس به خاطری که مادر میگه ناراحت نشه، پس میگه آمین میگفتم. مادر میگه خیلی دعا کرد و گفت که پروردگارا من حدیث مبارک شنیدم که ادعوا ربکم و انتم موقنون بالاجابه، وقتی شما دعا میکنین در دعا یقین داشته باشین، باوری کامل داشته باشین که صدای شما را پروردگار شنید و دعاتون قبول کرد. همین خیلی باوری که دعا بکنین، شک نکنین که دعای من شد یا نشد، چون که سلمان فارسی رضی الله عنه میگه خداوند بسیار کریم و شرمگینه، وقتی بنده دست برداشت به سوی پروردگار و دعا کرد از پروردگار طلب کرد، پروردگار شرم داره که چی دست بندش خالی برگردانه، چون که خداوند میگه من خداونده که بندگان امر کردم که ادعونی دعا بکنین، وعده دادم استجب لکم، تا که من دعای شما را قبول کنم و خواسته هاتون برآورده بگردانم. شرم دارم از بندم که وقتی او دعا کرد من دست او را خالی برگردانم. پروردگارا من باوری کامل در قلبم آمده که تو دعای مرا صدای مرا شنید، دعا ما قبول کردی. پروردگارا من توکل به ذات پاکت میکنم، تو فضل و کرم دریغ ندار، رحمتی خود دریغ ندار. میگه پنهان شدم، مادر خیست، میگه خانهش رفت، از پشت مادر میگه آیسته پنهانی میگه رفتم دروازه‌ش دیدم کدام دروازه داخلش، دروازه‌ش میگه علامت گذاشتم به خاطری که گم نکنم. دوان رفتم میگه همین کلمه لرزیدم و گریه میکردم، از در خانه در اومدم، میگه همسرم فرزندام تشویش داد چی شد. همسر میگه میگه تیز آماده شو یک جا میریم. گفت کجا میری؟ مرا تشویش میکنی، کدام گذشت چی شد؟ گفتم میگه نه تیز باش، مرا سوال نکن و تیز باش. میگه گرفتم مادرم، میگه همسر ما گرفتم، میگه فرزندارا گفتم من میام شما را ببرم بازار. میگه رفتم خانه همون مادر، درش کوفتم، میگه مادرم در حیرت ماند که چی گپ باشه در این نیمه شب. برآمد میگه گفتم مادر جان میخواهم داخل خانه چم یک صحبت کنم همراه. گفت مرحبا بدرا. میگه گفتم فرزندکات برار، من همون دعای تو رو شنیدم، ناخواست من همون سومی رفتم دعا تو شنیدم، در دعات من اشتراک کردم، به خاطری که تو ناراحت نشوی خود من نشان ندادم. همون فرزندات بیار، قسم به خدا تا فرزند نبینم از در خانه بیرون نمیبرم،
چگونه ای که امروز من برای فرزندام سر و لباس عیدانه خریدم، باید که بگیرم برای فرزندات. تا فرزندای تو مثل فرزندای من برای عید خوشحال نشون، از در خانت نمیرم. میگه فرزنداش برار قطار کرد، میگه همه رو میگه دید و میگه و همه تقریبا میگه بچهش میگه شیراختم که چی مقدار لباس، بچهش میگه شیراختم که چی مقدار لباس چگونه برای کدام رزمرها بیارم. میگه برام آمدم و رفتم، میگه همش لباس های زیبا قیمت چند تگی خریدم، میگه برای هر کدامشون میگه خریدم لباس ها را. رفتم میگه تمامی از خوردنی و پوشیدنی و نوشیدنی چیزی که لازم به در روزگار میگه خریدم. میگه ماشین پر کردم و آوردم، حتی که میگه حساب کردم که اگر همین عائله هر روز 3 وقت گوشت بخورن 1 هفته این گوشت میرسه. میگه خریدم و آوردم. از در داخل کردم، میگه مادر میگه دید و بسیار گریان شد. گفت برادر این چی کاری کرده ای تو داخل؟ قطر چیزایی که تو آوردی خوراکه همه فاسد میشه، تروش میشه، میپوسه. گفتم نه مادر جان، در خلدینی که میمون یخدان دو همونجا کم کم. گفت آخه من ندارم خلدینی. 3 سال پیش وقتی شوهرم گذشته بود همون حالت خلدینی من بیکار شده بود، تا به حال کار نفرمودم، کار نمیکنه خلدینی. میگه در حال یک دوست داشت، میگه محلی دکانی کلان داشت، میگه تلفن کردم گفتم کلانترین خلدینی که چی رزمیر چه؟ گفت میگه بسیار کلان. گفتم تیز به همین عنوان او را رایی کن. میگه آوردن. گفتم اگه گوشتار و مان همه چی را دیگر دیل پر کتی ان شاء الله که یک آنتش فاسد نمیشه. اگه مادر جان همه چی تو آوردم، میخوام که فرزندکات خرسند شدن، میخوام 1 پیاله چای از دستت بنوشم بعد خانه برام دلم تنج خواب کنم. گفت میگه برادر آخی من گاز ندارم در خانه. 3 ماه پیش بلان گاز من تمام شده بود و این مبلغی سوید آمد، پول سوید نداشتم هیچی که بتیم، به خاطری که قطع نکنن این نوره گاز فروختم، پول همون سوید دادم ندارم. میگه دوان دوباره همون دکان رفتم، میگه بلان خریدم و گاز خریدم، میگه پر کردم همش آوردم. منوست مادر جان دیگر بهانه نیست که 1 پیاله چای از دست می نوشم، همراه همسرم 1 پیالگی می نوشیم و میریم. میگه وقتی آب بالای گازمان میگه برای چای جوشاندن من نشستم، میگه در خانهش فرزنداش چنان خوشحال بودن، خرسند بودن، میگه گویا که پدرشون از قبر بیرون شده آمده باشه. چنان میگه خرسندی میکردن، شادی در گیدم رقص میکردن. میگه یکش میومد در سر زانو میشید، دیگرش در آغوش میشید، دیگرش میگه جان نمیافت، میگه در سر کتف میشید. طفلکای خرسال. میگه خرسندی اونا را دیده، میگه من زیاد دیگر اشکا میریخت، میگه بسیارتر گریه میکردم، میگه اشکا را جمع کردن نمیتونستم. چایم نوشیدم، میگه خانه آمدم که فرزندای خودم میگه بر وقت خواب کردین. میگه داخل جاگه شدم و گفتم پروردگارا تا امروز اگر من در حق این مادر یگان کمبودی کرده باشم، این را فراموش کرده باشم، پروردگارا تو خود میدانی که من مشغول به دیگر بندگانت بودم، این را من نمیشناختم. خدایا مرا ببخش که برای این کارم مرا مؤاخذه نکن خدایا. میگه خیلی گریه کردم و دعا کردم، بعد خواب کردم. میگه بینم در خواب میگه یک بستان بسیار زیبایی، یک بستانی چنان زیبایی که من او را وصف کردن نمیتونم. میگه خود به خود میپرسم کجا باشه، میگن این جنته. میگه در راه رفتم، میگه داخل شدم، میگه از دو طرف میگه از راست و چپ میگه چنان میوه های زیادن، میگه میوه های گوناگون رنگارنگ، میگه با لذت. هر کدامش میگه مرا به خود جلب میکنه میکشه. به هر کدامش دست دراز میکنم، میگه صدا میاد ندا در گوشم که ایرا دست راسکی از تونس، مال تونس، این مال دیگرای. دیگرش میگه دست دراز میکنم، میگه همین ندا میاد. میگه دیگر اشتیاقم زیاد شده، اشتها شده شه، میخوام تناول کنم لیکن یگان تاش اجازت نیست برام. گفتم پروردگارا برای چی آخه برای دیگران میگی من ده نمیتی؟ خدایا میخوام از این میوه ها آخه از یگان تاش بچشم. میگه جواب اومد که به بالا نظر که حق تو در بالاه، به بالا میگه نظر کنم به آسمان، میگه میوه ها از آسمان میگه هر کدامش چندین برابر این میوه های زمین میگه زیباتر و میگه خوبتره. میگه کشال. گفتم پروردگارا این به چی خاطر بود؟ برای چی حق من در بالا؟ گفت به خاطری که امشب او یتیم کار تو چی خرسند کردی، خوشحال کردی، پروردگاری تو این رو برات نصیب کرده. میگه خیستم وقتی نماز بامداد چنان خوشحالم، چنان خرسند، از خرسندی میگه گریه میکنم. و میگه یگان عید در حیات من به مثل این عید برای من میگه خوب نگذشته بود. چنان عید برای من عید بود که یگان عید به این مقدار میگه من خوشحال نشده بودم. در عید اینه که برادران اسلام امروز هم عید بود. ان شاء الله که همین ما همش عیده، سال عمر و همش برای ما عیده. اگر ما قدر ایره بدانیم، اگر ما بدانیم عمره، اگر از گناه خود ما را نگه بداریم، همون عمر همش برای من عیده.
اگر ما و شما بندگان خدا را فراموش نکنیم، خویش و تبارا را فراموش نکنیم، این برای ما عیده. مرد صالح میگه، مرد پولدار و مالدار بود، میگه در امو قشلاقی که زندگی میکردن، میگه آب بسیار مشکل بود. آب چون بسیار مشکل بود، میگه رفت میگه همونجا از حساب خاص خودش یک چاه کند تا که خلق میگه همون صدقه جاریه در راه خدا هم را کرد تا که خلق از همون سیراب شون و عذاب نکشن. میگه چاه وقتی تیار شد، میگه آب برآمد، امر خوب کردن. سحر مردم گفت به مردم که همین در راه رضای خدا، صدقه جاریه در راه رضای خدا، هر کس هر چقدر میتونه آب بکشه. سحر میگه مردم آبگیری آمدن لب چاه، میگن دیدن که درون چاه پر از افلاسی های، بسیار افلاسی ها، موسرها بگیم به اصطلاح امروزه پرسگی، پرتوها. آمدن نزد حضرت، گفتن حضرت آخه چاه هم خیلی شده. میگه مقدار مال دادو، گفت برین که چاه تازه کنین خیر. میگه رفتن تازه کردن، پگاه صبح آمدن با همین خیلی 3 شبانه روز میگه همین کار شد، پول میداد تازه میکرد. بعد یک شاگردش گفت همین شب گفت بو پایکنی چی گپ باشه، چی میشه، از کجا میاد این افلاسی ها؟ میگه این شاگردم رفت تا با سحر منتظر بود. میگه سحر آمد، میگه بسیار میگه حالش گرفته بود. گفت چی شد؟ گفت حضرت جان نمیتونم. گفت چی نمیتونی؟ گفت آخه میدانی کی میپرتایه ایرا؟ گفت نه. گفت دادرت میپرتایه، همین دادرت هر شب میپرتایه. بعد هوش در سر زد که سبحان الله، گفت من به خاطر خلق چاه کندم، لیک دادری من فقیر، دادری خودم فراموش کردم. میگه یک مقدار مال داد شاگرد، گفت گفت تازه کنین چاه تازه کنین. و بعد از تازه کردن میگه خودش میگه خیلی رفت، میگه خرید کرد از بازار برای فرزندای برادرش و برای برادرش، خیلی خریدهای زیاد کرد. و رفت میگه برادر دعوت کرد، میگه بیرون از دروازه، میگه او را به آغوش کشید و خیلی معذرت خواست، میگه و این هدیه ها را مکافات ها را داد. میگه همین کتی دوستی دوباره و بخشش بین هر دو برادر پیدا شد. میگه و دیگر مردم همون محله میگه فقط آب تازه می نوشیدن و فضل همین چی بود که آشتگی دو برادر بود. در این روز عید ما و شما برادرها و خواهرها را، شاید که در بین ما و برادرامون خواهرامون شد بعضی کینه ها باشه که ما از دل برآورده نتونیم، او را بخشیده نتونیم. برادران اسلام، بعضی نعمت هایی هست که به یگان چیز دنیا عوض نمیشه. حاضر ما برای اندک دو طفل که لحظه بعد آشتی میکنن، در خاندان جنگ خوردن، دو طفلک فرزند دو برادر، میبینی که مادراشون میخیزه از پشت دو طفل، از پشت اون مادرها این دو برادر با یکدیگر قهری وصیت ها میکنن فرزندا را که در جنازه اما کی طرح نته. لیکن برادر این نعمتی هست، خواهر نعمتی هست که با یگان مال دنیا عوض نمیشه. اینشون شاید که در حیاتش 10 تا و 15 تا زن میگیره، اینش نشد دیگرش نشد، ماشینش نشد دیگر میگیره، خانه و درش دیگر میکنه. لیکن بعضی نعمت هایی که با یگان چیز دنیا عوض کرده نمیشه، به خود دنیا عوض کرده نمیشه. یکی پدر مادر، دیگر فرزند پدر. حجاج ابن یوسف میگه در زمان امو پادشاهیش میگه یک عائله را قپیدن و آوردن لشکراش، باید که قتل میکردن. شوهر بود، میگه همسر بود، میگه فرزند بود و برادری همسر بود. میگه حجاج گفت که دید میگه که زن در بین، گفت من اگه به خاطر تو میخوام یک خدمت کنم، وگرنه شما باید همه قتل شوین، اعدام شوین شما. لیکن اگه تو را که زن میبینم رحم در قلبم آمد، میخوام تو را آزاد کنم، لیکن از بین همین 3 مرد یکی را اختیار کن، 2 تاش خواه نخواه کشته میشه. خودت همراه یک نفر دیگر بگیر، کدامش اختیار میکنی؟ شوهر یا فرزند یا برادر، کدامش؟ حجاج گمان میکرد که میگه فرزندم، لیکن این خواهر میگه به یگان تردید، گفت برادر ما میخواهم زنده بمانه. گفت برای چی؟ برای چی شوهرت نمیخواهی آخه زندگی تا پیش بری؟ برای چی فرزندت نمیخواهی؟ گفت الزوج موجود والولد مولود. گفت شوهر حاضر که ایره کشتی انشالله شهید میشه، شفاعتش بر من میرسه در آخرت، میرم شوهری دیگر میکنم، بعد از عیدم انشالله شوهری دیگر میکنم، شوهر با میشوه.
فرزند پسر وقتی من شوهر دیگر کردم خداوند با انشالله که میگه اینم شهید میشه مرا شفاعت میکنه. لیکن گفتن والاخ مفقود، لیکن فرزند پدر من دوباره از کجا او را پیدا کنم؟ دیگر نه پدر دارم نه مادر که فرزند دیگری برای من، برادر دیگری برای من به دنیا بیارن، برادر دیگری برای من به دنیا بیارن. والاخ مفقود، این مفقوده که وقتی که رفت دیگر او را آورده نمیشه. یکی پدر مادر، یکی فرزند پدر در یگان بازار دنیا فروخته نمیشه برادران. به خاطر ما در همین عیدا خصوصا باید که فرزندای پدر خوب از حالشون خبردار باشیم، کینه ها را از دل بیرون کنیم، تحریگه ها را دور اندازیم و عیده چنان جشن بگیریم که برای ما و شما عید واقعی باشه، عید واقعی باشه. دعا میکنیم که پروردگار رب العزت الله ذوالجلال و الاکرام این عید برامون عید واقعی بگردانه و انا همون رحمت و مغفرت ها، فضیلت ها، برکاتی که پروردگار وعده داده نصیب یکی ما و شما اهل مجلس بگردانه پروردگار. الله ذوالجلال و الاکرام چون حاجی برادرمون جلو بگه پروردگار این دسترخوان شد دسترخوان مبارک بگردانه. پروردگار رب العزت الله ذوالجلال و الاکرام خداوند متعال ثواب‌های حاصل شده را در نامه اعمالشون از این مجلس نور، از این دسترخوان در نامه اعمال اهل خاندان ثبت بگردانه، طبقه های نور بر قبر گذشتگانشان نازل بگردانه و این دسترخوان پرناز و نعمت فردا روز قیامت در بستان جنت پروردگار به دسترخوان ضیافت رحمانی خودش مبدل بگردانه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.